بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و درود و احترام خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان. الله رو شاکریم که این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا به همراه شما خوبان و عزیزان در محفلی دیگر گرد هم بیایم تا همزمان و همراه با ایام فرخنده‌ای که در اون قرار داریم و با زبانی ذاکر همراه بشیم با لبیک گویان مسیر حج بیت الله الحرام و با شما خوبان و عزیزان سخن بگیم از اون سرزمین، از مکه مکرمه، از مشاعر مقدسه و از تاریخ والای اون سرزمین. حتما دلهای همه شما خوبان عزیزان میتپه به اون سرزمین و همه شما خوبان عزیزان پیگیر اون لحظات هستید و انتظار میکشید تا کی مراسم با شکوه حج در سال پیش رو آغاز بشه. در برنامه امروز به همراه شما خوبان و عزیزان این افتخار رو داریم که در محضر حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز باشیم تا درد دلی داشته باشیم و حرف دلی داشته باشیم و سخنی از دل گفته بشه در موضوع مکتب ابراهیم علیه السلام. من در ابتدا از طرف خودم و به نمایندگی شما عزیزان و خوبان عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت حضرت مولانا و خوش آمد میگم خدمتشون. جناب مولانا خوش آمدید. تشکر. ما هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسیار خوش آمدید حضرت مولانا. در این چند روز یقینا کل امت اسلامی همه فکر و ذهن و حواس متمرکز شده به سمت القری، به سمت بهترین سرزمین روی زمین، بهترین مکانی که الله تعالی قرار داده بر روی کره زمین. دلها به سمت مکه مکرمه پر میکشه، دلها به سمت مکه مکرمه حرکت کرده. عده‌ای با تن و جسم رفتن و این سعادت و افتخار نصیب اونها شده که امسال در این مراسم با شکوه میهمان الله تعالی باشن و عده دیگری که با تن نرفتن با دل رفتن و روح اونها همراه با اون عزیزان در مسجد الحرام و در مشاعر مقدسه پیشا پیش حرکت کرده و رفته و چشمها همه خیره شده به اون سرزمین مقدس. من دوست دارم که در ابتدا از تاریخ این سرزمین برای ما بگید. چی شده که این سرزمین اینقدر محبوب شده نزد دلها؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. در حقیقت اگر
پیرامون تاریخ و یا تاریخچه این سرزمین و خصوصا کعبه معظمه و مشرفه بگیم، شاید که به این دقایق و یا به این لحظاتی که بسیار یعنی به 1 ساعت و 2 ساعت یعنی سرزمینی که وصف از الله سبحانه و تعالی کرده نمی شود بیان کرد. کعبه معظمه و مشرفه و یا خود مکه مکرمه، الله سبحانه و تعالی یعنی قبل از خلقت آدم علیه السلام به این سرزمین توجه کرده و توجه خاص، یعنی خود ساختن کعبه قبل از آدم علیه السلام و باز به وجود آمدن حضرت آدم علیه السلام اعمار کعبه مجددا صورت میگیره و تا زمان حضرت نوح علیه السلام و در طوفان حضرت نوح که همه عالم و همه کره زمین در زیر آب قرار میگیره و در اون طوفان کعبه معظمه باز هم یک سلسله و یک مدت از بین میره و تخریب میشه تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که اعمار میشه. از این که چرا دلها همه به سوی این سرزمین هست، خود دل و جایگاه دل و فعالیت دل در و نقش دل در روح و روان انسان و در سرنوشت انسان و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هم پیرامون دل و یا قلب که هست اشارات دارن. وقتی که نگاه میکنیم خود دل تجلیگاه پروردگار عالم هست و سرزمین مکه مکرمه هم تجلیگاه هست. الله سبحانه و تعالی همانطوری که توجه به سرزمین مبارک مکه مکرمه کرده و به او سرزمین قسم یاد کرده، الله سبحانه و تعالی به او سرزمین عظمت و بزرگی داده. الله سبحانه و تعالی از زمان و مکان پاک و مبرای، ولی باز هم در او سرزمین خانه مسما به خود ساخته و بیت الله گفته و اون هم میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. به هر حال هدف از خلقت انسان الله سبحانه و تعالی وقتی که در قرآن بیان میکنه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف از خلقت اینه که بندگان الله سبحانه و تعالی رو بشناسن و معرفت به الله سبحانه و تعالی داشته باشن. حالا معرفت، بزرگترین معرفت دل هست که از اعماق دل ارتباط برقرار بشه با الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی سرزمین مکه مکرمه یعنی سرزمین وصل قرار داده که انسانها از هر طرف بیاین در او سرزمین و او مشاعر، از کعبه گرفته تا منا و تا مزدلفه و تا عرفات و تا آیات و نشانه هایی که در اطراف خود کعبه هست، مثل حجر الاسود و مثل مقام ابراهیم و رکن یمانی و صفا و مروه و زمزم و اینها همه الله سبحانه و تعالی نشانه های گذاشته که تا انسان ها بیاین و از این طریق با پروردگار عالم به راز و نیاز بپردازن و به الله سبحانه و تعالی وصل بشن. هر انسان مؤمن و مسلمان، انسانی که ارتباط با الله سبحانه و تعالی داشته باشه، قلبش یقینا که به سرزمین دوست میتپد و ذوق و شوق و خاص و علاقه خاص داره. و حتی ببینیم که بهترین انسانها که انبیاء علیهم السلام، نبی کریم صلی الله علیه وسلم و از ابراهیم علیه السلام که
این کعبه معظمه و مشرفه اعمار میکنن و یعنی بانی این کعبه و بالاخره بعد از این که در طوفان نوح علیه السلام از بین میره هستن. خدای تبارک و تعالی نه تنها که ما الان بگیم دل مؤمنین، یعنی دل اولیای خدا، انبیای خدا به او سرزمین میتپید و به او سرزمین عشق داشت، یعنی قلبی که بهترین قلب رسول نازنین صلی الله علیه و سلم. حتی ببینیم که چندین مرتبه شرح صدر میشه، با آب زمزم شستشو داده میشه، یعنی با او تجلی و او جلایی که قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، باز هم در او قلب عشق مکه مکرمه بود. هنگامی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هجرت میکنن و مدینه منوره میارن، مدتی که یا 16 یا 17 یا کم و بیشی که طرف بیت المقدس نماز میخواندن، ولی دل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طرف کعبه بود که چی وقت آیه نازل بشه و همان بود که فول وجهک شطر المسجد الحرام نازل میشه. و همچنین وقتی که از مکه رسول معظم اسلام بیرون شدن و هجرت میکردن، طرف دشت و کوه و سنگ و بیابان مکه نگاه میکردن و میگفتن روزی به تو بر میگردم و باز در آغوش تو قرار میگیرن. و هر حال قلوب انبیا علیهم السلام، اولیای خدا، همیشه طرف کعبه بوده و طرف کعبه هست و همیشه و جز ایمان و عقیده یک مسلمان عشق و محبت به مکه مکرمه هست. حضرت مولانا وقتی که ما به مکه مکرمه نگاه میاندازیم، همونجوری که شما فرمودید، خب مکه مکرمه به خاطر اینکه الله تعالی توجه خاص به این شهر داشته، جایگاه خاصی در قلوب مؤمنین داره و وقتی که در این شهر قدم میگذاریم ما نشانهایی میبینیم در این شهر و علائمی میبینیم در این شهر، از خود کعبه گرفته، صفا، مروه، زمزم، مقام ابراهیم در داخل حرم، از حرم مقداری که دورتر بریم به منی میرسیم، بعد از اون طرف مزدلفه میرسیم، از مزدلفه باز به عرفات میرسیم. همه اینها وقتی که ما در این اماکن گذر میکنیم، علل خصوص در ایام حج، برای ما یادآور یک انسان بسیار بزرگ هست، قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی که الله تعالی حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میفرماید که از ایشون باید شما پیروی بکنید و پدر شما است، هم نسباً پدر رسول صلی الله علیه و سلم جد بزرگوار ایشون هست و جد تمام انبیای بعد از خودش، و هم اینکه این شخصیت عظیم شخصیتی است که الله تعالی در آیات مختلف کلام الله مجید بین مکه مکرمه و حج و این شخصیت بزرگوار خیلی ارتباط زیادی برقرار کرده و گویی که ما الله تعالی میخواد که به ما بفهمونه که شما باید این شخصیت رو بیشتر بشناسید، باید این شخصیت رو بیشتر باش آشنا بشید، باید از این شخصیت بیشتر رنگ بگیرید. و اون شخصیتی که ما همیشه در درودها وقتی که از الله تعالی میخوایم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت بزرگوارشون درود بفرسته، اشاره میکنیم کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، همون گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، بر پیامبر نازنین ما و آلش هم درود بفرست. دوست دارم درباره این شخصیت عظیم، درباره این شخصیتی که حقیقتا شاید بسیار از بینندگان هم با من در این باب هم نظر باشن که ما اون گونه‌ای که شایسته مقام این بزرگوار هست ایشون رو نشناختیم و با ایشون آشنا نشدیم. من دوست دارم که در این مجال اندکی که در این برنامه داریم، در خلال آیات کلام الله مجید، برای ما بینندگان درباره این امام عظیم بگید، درباره این شخصیت عظیم بگید، درباره این پیامبر بزرگوار ابراهیم علیه السلام. در حقیقت شخصیت والا و بالای حضرت ابراهیم علیه السلام شخصیتی که یعنی افضل الخلق بعد نبینا محمد صلی الله علیه و سلم ابراهیم علیه السلام هستند. یعنی همانطوری که قرآن میفرماید تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضی از پیامبران بر بعضی دیگر فضیلت دادیم،
جایگاه و مقام سیدنا ابراهیم علیه السلام، یعنی جایگاهیه که از همه انبیاء علیهم السلام غیر از نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام را بالاتر و بالاتر هست. ابراهیم علیه السلام امام الحنفاء، یعنی در آیات زیادی وقتی که نگاه میکنیم که اول اگر بخوایم که وقتی در قرآن حنیف میآیه حنیف چی هست؟ خود وقتی قرآن میفرمایه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا، در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی در ابتدا خیلی مهمه و نکته مهم اشاره میکنه. ابراهیم علیه السلام به عنوان یک امت معرفی میکنه. یک نفره ولی یک امته. چون فکر ابراهیم علیه السلام فکر فردی نبود. اندیشه ابراهیم علیه السلام اندیشه فردی نبود، یعنی تنها به خود فکر نمیکرد ابراهیم علیه السلام. یعنی وقتی قرآن میگه ان ابراهیم کان امتا، یعنی به فکر یک امت بود، به نجات یک امت بود و خود ازی در او ابهت و بزرگی و مقامی که قرار داشت. قانتا لله حنیفا، خود حنیف که در آیات ذکر میشه الذین ترکوا الشرک، او کسی که ترک کنه شرک و مالو الی التوحید و میل پیدا کنه به طرف توحید و یکتاپرستی، او رو میگن حنیف. قرآن میفرمایه ولم یک من المشرکین، ابراهیم از جمله مشرکین هم نبود. آیاتی که ارتباط به حضرت ابراهیم علیه السلام داره هر کدام وقتی نگاه کنیم یا حنیف داره یا ولم یک من المشرکین داره. به خاطر این که ابراهیم علیه السلام از روزی که یعنی به اصطلاح ما و شما دست راست و چپ خود را تشخیص داد به فکر توحید بود. یک موحد خالص، یعنی به فکر ازی بود که ربمه چنان ربیه که لا شریک له. با وجود اینکه سیدنا ابراهیم علیه السلام در خانواده متولد شده که این خانواده در شرک نه تنها مشرک بودن، بلکه اینها جزء خاندانی بودن که بت‌ها رو می‌تراشیدن و جزء میتونیم بگیم که سردمداران شرک دوران خود بودن. به راستی هم که در خانواده‌ای که به تراشیدن بت، به عرضه کردن بت و به تشویق کردن بت پرستی دیگران، از چنین خانواده‌ای که ابراهیم علیه السلام وقتی که رشد میکنن و اینه که قرآن میگه ولم یک من المشرکین، ای از جمله اون مشرکینی که شما فکر میکنید که در اطرافش بود نیست. قرآن میگه و آتیناه فی الدنیا حسنه، ما در دنیا برای ازی حسنه دادیم، زیبایی و خوبی دادیم. و انه فی الاخرة لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت از جمله صالحین هست. و همچنین آیات زیادی که در فضائل و مقام و جایگاه حضرت ابراهیم را نشان میده که حضرت ابراهیم علیه السلام به چنان جایگاه بالا و بالای قرار دارن که یهودیت هم ادعا میکنه ابراهیم از ما هست، مسیحیت هم ادعا میکرد که از ما هست. خب مسلمان ها هم که به طریق اولا و بالاخره چون ابراهیم علیه السلام امام الموحدین بود و امام الحنفاء و اینها، تمام ادیان آسمانی به این شخصیت عظیم احترام دارن. ولی قرآن بیان میکنه که ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما. این حنیف هست، نه یهودی بوده نه مسیحی بوده، بلکه که این حنیف هست، یعنی از شرک بیزار هست و میل کننده به طرف توحید هست. و ما کان من المشرکین، یعنی انسان هایی که به شرک آلوده باشن و اعمال شرکانه را داشته باشن هیچ نسبت و مناسبتی به ابراهیم علیه السلام ندارن. و همچنین باز هم آیه دیگر بیان میکنه قل ایننی هدانی ربی الی صراط مستقیم. خب این که
ابراهیم علیه السلام وقتی که الله سبحانه و تعالی میگه که بگو که من در هدایت هستم و در راه مستقیم هستم، دینم چیه؟ و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دینم چیه؟ دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی چنین دستور میده و ما کان من المشرکین. ابراهیم از جمله مشرکین نبود. از جمله فضائل که ما خلاصه این شخصیت یعنی نمیتونیم که بالاخره حقی مطلب ادا بشه، چون وقتی که نگاه میکنیم در قرآن عظیم الشان در 25 سوره قرآن خداوند از ابراهیم علیه السلام صحبت میکنه. حتی یک سوره کامل به نام ابراهیم علیه السلام هست و در شأن ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی میگه واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله سبحانه و تعالی ابراهیم را میگیره و انتخاب میکنه به عنوان خلیل. یعنی لفظ خلیل که از خله گرفته شده که اعلی درجات المحبه گفته شده، یعنی بالاترین درجه محبت مسئله خلت و مسئله خلیل بودن هست که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و برای حضرت ابراهیم علیه السلام بحث خلیل بودن می آید. این محبت وقتی که ما میگیم که الله تعالی حضرت ابراهیم رو عنوان دوست گرفته، نه یک انسان معمولی، نه یک پادشاهی در روی زمین، نه یک پیامبر دیگری مثل خودش، مالک آسمان ها و زمین، این شخص رو به دوستی گرفته، اون هم در بالاترین مراتب دوستی که از اون درجه بالاتر وجود نداشته باشه. و این رو الله تعالی در کلام پاکش در قرآن کریم هم بیان کرده تا کسانی که دوست الله هستند بدانند که دوستان الله کیا هستند و اونها رو دوست داشته باشن. و همیشه ما وقتی که اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن وقتی که من میبینم واقعا به این فکر فرو میرم که پروردگارا چی عظمت و بزرگی تو به این شخصیت دادی. مثلا بعد از ابراهیم علیه السلام تمام انبیایی که میایه بعد از ابراهیم همه از نسل ابراهیم علیه السلام. قرآن هم بیان میکنه و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب. الله سبحانه وتعالی کتاب و نبوت اختصاص داده به ذریه ابراهیم علیه السلام. حضرت موسی، حضرت عیسی، رسول الله صلی الله علیه و آله. حتی جالبه که آیه بعدی بسیار به صراحت میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. که قبل خود قرآن میگه و نوحا هدینا من قبل و من ذریته. ذریه کی؟ ذریه ابراهیم علیه السلام. و من ذریه داود و سلیمان و یوسف، سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و كذلك نجزي المحسنين و زكريا و يحيى و عيسى و الیاس كل من الصالحين و اسماعیل که جد نبی کریم صلی الله علیه وسلم و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین. یعنی این همه مقام، این همه شایستگی، این همه عظمت به ابراهیم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی که یکی دو آیه ما اشاره میکنم میفرمایه اوصاف ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنه. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. یعنی این اوصاف الله سبحانه و تعالی ابراهیم کینه؟ ابراهیمی که حلیم هست، بردبار هست. اواه کثیر الخشوع، یعنی کسی که خشیت الهی در دل داشت. منیب یعنی الرجوع یا رجاع الی الحق، هر لحظه انابت، هر لحظه راز و نیاز با پروردگار عالم. یعنی ابراهیم علیه السلام نمیگذاشت که یک لحظه هم از خدا غافل باشه. یعنی دوستی یک طرفه نبود. همانطوری که الله سبحانه و تعالی ابراهیم را خلیل گفته بود، در حقیقت ابراهیم علیه السلام همو خلیل بودن خود را، همان محبوبیتی که به الله سبحانه و تعالی داشت اظهار میکرد. و همچنین نکته دیگری که قرآن وقت اشاره میکنه، شما ببینیم الله سبحانه و تعالی از فوق آسمان ها، اللهی که با او عظمت و بزرگی، ابراهیم علیه السلام یک بنده هست، یک مخلوقی از مخلوقهای پروردگار عالم، ولی خداوند چقدر محبوب قرار میده. میگه سلام علی ابراهیم،
درود بر ابراهیم. درود بر ابراهیم. حالا این درود در یک بنده به بنده اگر بگه، این درود در اگر یک پیامبر به پیامبر بگه، این درود در یک اولیاء به اولیاء، یک شخص به شخص. سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین. چقدر زیباست این مدال افتخار که از طرف الله تعالی به انسان داده میشه، که الله تعالی با اون عظمتش بگه درود بر فلان بنده. دیگه این بنده دیگه بیشتر از این چی میطلبه؟ و در اخیر الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه انه همین ابراهیمی که ما او را سلام و درود گفتیم، انه من عبادنا المؤمنین، این از بندگان مؤمن ما هست. شما ببینیم، ما به یاد حرف شیخ ابو اسماعیل هیروی، شیخ الاسلام ابو اسماعیل هیروی افتادم، خواجه عبدالله انصاری، بعد از راز و نیازی که با پروردگار عالم داره، همه درس و تدریس و تفسیر و زهد و تقوا و پرهیزگاری و همه محبتی که به الله سبحانه و تعالی، میگه الهی اگر یک بار بگویید بنده من، یعنی ای الله این مدالی که به ابراهیم دادی اگر یک بار هم برای ما بدی، از عرش بگذرد خنده من. و انه من عبادنا المؤمنین. همچنین آیه بعدی، آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام را به اوصافی که بیان میکنه که وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. خب اینها دارای چی اوصاف ابراهیم و اسحاق و یعقوب؟ سبحان الله. ابراهیم بچهش اسحاق، نواسهش یعقوب، فرزندش یوسف. لا اله الا الله. همه فضل پروردگار عالم. اوصافی که اولو الایدی والابصار، اینها صاحب قوتن. الله سبحانه و تعالی اینها، خب قوتی که برای از اینا کی داده؟ پروردگار عالم. وقتی پروردگار عالم از فوق آسمان ها بگه سلام علی ابراهیم، خب طبعا این صاحب قوت هست. والابصار، اینها صاحب بصیرتن. الله سبحانه و تعالی قوت و بصیرت و اینها به ابراهیم علیه السلام بیان میکنه. و همچنین که ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی برای دیگران و برای نسل‌های بعد تا به قام قیامت اسوه و الگو بیان میکنه. یعنی میخوایم که در طول تاریخ اینطور نیست که ابراهیم علیه السلام فقط پیامبری بوده باشه که پیروان خودش الگو باشه برای پیروان خود، یا مثلا چند قرن بعد از خود. از زمانی که الله تعالی ایشون رو خلق کرد روی زمین تا برپایی قیامت، این شخص الگو است و اسوه هست در زندگی، در رفتار، در کردار، در اعتقاد و باور، در همه چیز. تا وقتی که کعبه روی زمین باشه نام ابراهیم ماندگار خواهد هست. قرآن اشاره میکنه که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. ابراهیم اسوه هست، الگو هست. او کسانی که به همراه ابراهیم علیه السلام هستند. یعنی کسی در مکتب ابراهیم علیه السلام داخل میشه که باید که اوصاف ابراهیمی داشته باشه، یعنی درس توحید و بالاخره یک موحد خالص میتونه که ادعا بکنه که من ابراهیمی ام. قرآن اشاره میکنه قل صدق الله، بگو که راست میگه، همه اینها قول خداست. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. ملت ابراهیم چگونه ملت؟ یک ملت حنیف هست، همان طوری که ابراهیم حنیف بود و ما کان من المشرکین. و ابراهیم از جمله شرک و برنامه‌های شرکی و برنامه‌های خرافاتی و اینها را نداشت. که خوشبختانه من خیلی واقعا از این جملاتی که ما با بچه‌ها یاد میدیم که خیلی لذت میبرم، از این جملاتی که به طفل میگیم بنده کی هستی، میگه بنده الله. امتی کی هستی، امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم. میرسیم ملت از کی داری؟ طفل 2 ساله ملت از ابراهیم خلیل الله. یعنی در حقیقت من خود شخصا اینقدر لذت میبرم، اما زمان او لذت حقیقی انسان میبره که در حقیقت پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام باشه. جناب مولانا در این چند آیه که شما تلاوت فرمودید، همه الان همونجوری که جلوتر خود شما اشاره فرمودید، این تعبیر ولم یک من المشرکین و تعبیر وما کان من المشرکین
و معادل همین تعبیر باز همین تعبیر حنیفا، این تعبیرات این همه تأکید هر جا در قرآن کریم وقتی که ابراهیم علیه السلام که ارتباط عمیق داره با کعبه و مقام ابراهیم یادگار جاویدانی است در کنار کعبه، خود کعبه، صفا، مروه، زمزم، این ارتباط عمیق، کعبه که مرکز اسلام بدون شک، قطب اسلام، قبله مسلمینه و همه چیز به اون ربط پیدا میکنه، همه اصول اعتقادی ما به کعبه ربط پیدا میکنه به نحوی. الان این تعبیر لم یک من المشرکین و ما کان من المشرکین حنیفا مسلما، این همه تاکید روی این که مشرک نبوده. حکمت از این چی میتونه باشه در این خلال این آیات که این همه برای معرفی یک پیامبری؟ من سراغ ندارم در آیات و کلام الله مجید که هیچ پیامبر دیگری در قرآن کریم در معرفی پیامبر دیگری اینگونه الله تعالی روی این موضوع تاکید داشته باشه، بحث شرک و مبتلا نبودن به شرک. و اینکه هیچ کدوم از انبیا هم مبتلا به شرک نبودن، اما تاکید روی این موضوع به نظر شما چه حکمتی برای ما داره و چه درسی برای ما داره در زندگی ابراهیم علیه السلام؟ وقتی که مراجعه میکنیم به تفاسیر و مفسرین پیرامون این آیات، خب اشارات مفسرین هست که چون ما حول ابراهیم علیه السلام، یعنی از خانواده گرفته تا همسایه گرفته تا قریه گرفته تا شهر گرفته و تا حتی منطقه حضرت ابراهیم علیه السلام همه غرق در بت و بت پرستی بودن و ابراهیم علیه السلام با او نبوغ فکری که و او عقل سلیمی که خداوند به ابراهیم علیه السلام داده بود، از بین اون همه بت و بت پرستی سر بلند میکنن و ندای توحید و یکتاپرستی بلند میکنن. الله سبحانه و تعالی با این آیات اشاره میکنه که ابراهیم در بین شرک و بت پرستی بود اما ولی مشرک نبود، در محیط شرک آلود بود ولی حرکات مشرکانه و اعمال شرکانه نداشت. نگفت وجدنا علیه آباءنا کذالک یفعلون، پدر مادر ما همینجوری بودن، منم همین کارو میکنم. ابراهیم علیه السلام، یعنی وقتی که ما برمیگردیم به شخصیت و جایگاه حضرت ابراهیم علیه السلام که وقتی بلند میشه میبینه حرکت ها و ماحول خور که یک عده ستاره پرستش میکنن، یک عده بالاخره با قمر سر و کار دارن، یک عده با خورشید سر و کار دارن. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. اگرچه مفسرین بعضی میگن که در ابتدا گفت که این پروردگار هست و بعد دید که افول کرد، اما نظر صحیح‌تر اینه که در حال تعجب بیان میکرد. سوالی بود جمعه. سوال هذا ربی، این خدای من، این خدای من است، همین که شما پرستش میکنید. و میخواست برای از اونها سوال ذهنی بده. شما فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. کسی که افول کنه از بین بره، من نمیخوام ایت چیزی. یعنی این استعداد و این عقل و این فکر و این عقل سلیم و سالم ابراهیم علیه السلام نشان میده که از او نعمت عقلی که خداوند داده بود ابراهیم علیه السلام درست استفاده کرد. حتی فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلين ان لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اکبر. یعنی از همه بزرگتره، امی پروردگاره. وقتی دید که این هم غروب کرد، این هم افول کرد، این هم از بین رفت و بعد اعلان کرد علنا، گفت که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. وما انا من المشرکین، من از جمله مشرکین نیم. درست اطراف و ماحول، خانواده، پدر، مادر و بالاخره اقوام، خویشاوندان، حتی پادشاهی و شهر، همه اینها آلوده هستند. و ما انا من المشرکین. حتی در تعبیرهای دیگر که اینی بریء من المشرکین، من بیزارم از این شرک، از این خرافات، از این بت و بت پرستی. پس به هر حال وقتی در آیات اینها ذکر میشه، همان نبوغ فکری
عقلی و استفاده از عقل سلیم و سالم و او استعداد خداوندی که خداوند به ابراهیم علیه السلام داده بود از او استفاده میکرد. ولی اگه برگردیم به همین تعبیری که شما جلوتر اشاره فرمودید که ما الان برای کودکان ما هم خیلی وقتی که میگن ما ملت از ابراهیم خلیل داریم، چه موقع این شعاری که گفته میشه واقعا در میدان عمل معنای خود رو پیدا میکنه که ما بگیم ملت ابراهیم هستیم؟ در ادعا که همه میگیم، در عمل چه موقع میتونیم ملت ابراهیم باشیم؟ خیلی حرف ها در شعار آسان هست و در عمل سخت هست. امروز در دنیا 1.5 میلیارد مسلمان همه ادعا میکنن که ما ابراهیمیم. حتی از مسلمان ها گذشته که غیر مسلمان ها هم، یهودیت هم میگه ما ابراهیمیم، مسیحیت هم میگه ما ابراهیمیم. اما در عرصه عمل شما ببینیم وقتی که ما وارد کعبه معظمه و مکه مکرمه میشیم، یعنی یک لحظه ما فکر کنیم که به توکل ابراهیم علیه السلام خداوند دستور داد که فرزند در ببر در اون سرزمین وادی لم یزرع بگذار و برگرد پشت سرم نگاه نکن. آیا تا به حال چنین توکلی هر کدام ما 30 سال 25 سال 40 سال 60 سال در مکتب ابراهیم علیه السلام درس خواندیم؟ از لحظه ای که ما فهمیدیم ملت از ابراهیمیم ما وارد این مکتب شدیم. هر روزم در هر روز و هر ساعت و هر ثانیه هر روزم میگیم دعا میکنیم در التحیات جز ارکان یا جز سنن نماز که درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. هر روز میگیم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم. یعنی هر روز نام ابراهیم علیه السلام در ذهن ما میچرخه، بر زبان ما هر روز تکرار است، هر روز تکرار هست. آیا توکل ابراهیم علیه السلام چند فیصد در زندگی ما هست؟ یعنی بیبی هاجره به همراه اسماعیل، او هم عزیزترین فرزند، بعد از سالها خداوند فرزند داد، او را بردار برد در وادی. در کجا؟ در وادی لم یزرع، بدون سایبان، بدون آب، بدون آذوقه، بدون هیچ، بگذار و برو. در سرزمینی که اون دور زمان مکه هیچ خانه‌ای نبود، اصلا هیچ بحثی از مکه نبود، بحثی از کعبه نبود، اسمی از شهری نبود، از شهری نبود. این وقتی ما میگیم ملت از ابراهیم داریم، این در ذهن ما باید خطور بکنه که آیا این توکل در وجود ما هم هست؟ اگر هست، حالا شاید به او توکل به او مقام نرسیم، ولی چند فیصدی هست؟ ما میشه که بگیم ابراهیمی هستیم. یعنی چند نمره میگیریم از توکل خود در عرصه ابراهیمی بودن؟ وقتی که در مکه داخل میشیم باز به یاد مشاعری که از او جمله مثلا رمی جمرات هست، در اون جایی که گوسفند ذبح میشه و هدیه داده میشه، آیا به یاد انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آیا به این آیه افتادیم که این فرزندی که حالا در مکه گذاشته شد، ابراهیم علیه السلام آمد دید که خب آبم آماده، خب خانم ساخته شده، خب راحت مادر بچه قرار کرده، یک قبیله آماده در اینجی راحت زندگی میکنن. ابراهیم علیه السلام بار دیگر تحت ابتلا و آزمایش قرار گرفت که این طفل خب شیرین شده، خب راه افتاده، خب قدم میزنه، این را باید ذبح کنی در راه الله سبحانه و تعالی. جگرگوشه فرزند. بازم ابراهیم علیه السلام، آیا وقتی ما میگیم در ملت از ابراهیم علیه السلام داریم، در حقیقت اینقدر ایثار هست در زندگی ما؟ آیا اینقدر اوامر الله سبحانه و تعالی در دل ما؟ حرف از فکر من نره، چند روز پیش جناب استاد بزرگوار یک مطلب خواندم، خیلی جالب بود، خیلی جالب بود. گفت که مثلا 100 افغانی در کیسه داریم، 100 افغانی در کیسه داریم، میخوایم بریم بازار سودا بگیریم، دست به کیسه میکنیم که 100 افغانی هست. بسیار احساس حقارت، حقیر بودن، ضعیف بودن. 100 افغانی چیزی نمیشه، چیزی نیست. و بالاخره پس دست به کیسه میکنیم، خیلی ناامید که چیزی نیست. در همون اثنا یک فقیر میایه که چیزی در راه الله اگر بدی،
دست به کیسه میکنیم، سدی که بیرون میشه، ای سدی که زیاده اگه به فقیر بدیم. یعنی لحظه ای که میخوایم سودا بازار برای نفس خو و شخصی خو خرید کنیم، صد بسیار کم و اندک و قلیل. اما وقتی که در راه خدا همین سدی بیرون میشه، زیاد به نظر میرسه. آیا وقتی که ما در عرصه ایثار قدم میگذاریم، آیا تا به حال ابراهیم وار قدم گذاشتیم؟ جگرگوشه، فرزند، و هم بعد از سالها در عمر بالای 90 بالای 90 سالگی حضرت ابراهیم علیه السلام دارای فرزند. یعنی اینجا انسان متوجه میشه که من ابراهیمی هستم یا نیستم. فدا کردن فرزند، نه پول، او یک قضیه، نه وقت، نه تفریح، نه بخشی از کار، نه یک خواسته شهوانی یا یک خواسته جسمانی. فرزند که عزیزترین سرمایه زندگیه، امر میشه که کارت بردار و سر فرزند رو ببر. آزمایش آسانی نیست خیلی. اما ابراهیم علیه السلام این کار رو کرد و امینه که خلیل خدا شد. و این که الله سبحانه و تعالی میگه ابراهیم برای شما اسوه هست، یعنی هر انسانی که به راه ابراهیم قدم بگذاره خلیل خدا میشه، محبوب خدا میشه، جایی که به خاطر رضای الله تعالی از تمام خواسته های خود بگذره. ابراهیم علیه السلام، مثلا ما میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم به خاطر توحید و به خاطر زدودن شرک و خرافات آماده نیم که حتی عمامه ما از سر ما بیفته. آبرو ما میره یا عمامه اگر به کوچه و بازار بیفته؟ کسی بیای عمامه ما رو بندازه اون طرف، خدا ما رو بالاخره کش کنه و بالاخره در این راستا. یعنی میفهمید در مسیر گفتن حق خوف داریم از اینکه شاید بی احترامی به ما بشه، شاید به ما اهانت بشه، شاید ما رو بزنن، شاید ما رو زندان بندازن، کار ما رو از ما بگیرن، از اینجا ما رو بیرون بکنن، تهدید بشیم، اهانت بشیم و بسیاری از همه اینها. اما ابراهیم علیه السلام به خاطر دعوت توحید و زدودن شرک و خرافات آماده میشه که اگر در اونجا آماده شد که فرزند خور ذبح بده، آماده میشه که جان خور در آتش بسوزانه. در جوانی خود و هم در جوانی خود، در اوج جوانی. قالوا حرقوه، فرمان شداد نمرود، آتش بزنید، حرقوه، چون آتش در قلبشان خورده بود. یعنی این جوانی که الان آتش میزنه، اجازه بدید کمی تصویر رو واضح‌تر کنیم حضرت مولانا. یک جوانی است در یک خانواده‌ای که نزد پادشاه، این خانواده ابراهیم علیه السلام بسیار ارج و مقام دارند. این جوان الان برخلاف تمام مسیر اعتقادی حرکت جامعه حرکت کرده. یک مسیری که تمام اکثر جامعه در مسیر شرک پیش میرن. این جوان به یکیگی، به تنهایی، یک تنه در مقابل اینها ایستاده. جوانی که میتونه با حفظ مقام خانوادگی در نزد پادشاه بسیار مقام داشته باشه، بسیار پول به دست بیاره، شاید بتونه اصلا داماد پادشاه بشه، شاید بتونه مثلا با حفظ همون کار پدر این مناصب پیدا بکنه، ثروت‌ها پیدا بکنه، محبوبیت داره و همه بهش احترام داشتن، اما همه اینها رو پشت سر میگذاره. همه اینها رو پشت سر و چیز رو انتخاب میکنه؟ آتش. ولی میفهمه و میدانه که شوخی هم نمیکردن که بگن حرقوه، یعنی ابراهیم علیه السلام بترسانید. بحث ترس نبود. در میدان عمل شروع کردن. آتش هم آماده شد. و ابراهیم علیه السلام چون میفهمید و میدانست که این بت و بت پرستی در عقب خود آتش داره که هیچ وقت سرد و خاموش نمیشه، به این نتیجه رسیده بود، به این فکر رسیده بود، به این درجه رسیده بود که یعنی آتش دنیا خیلی باشه 1 ساعت و 2 ساعت جان تسلیم میکنه و تمام میشه. و ابراهیم علیه السلام
بحث ما اینه که حالا شخصی که میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، آیا به خاطر گفتن حق آتش در مقابل چشم خود میبینه؟ سخت است که حکام ظالم دنیا دستور بدن که حرقوه وانصروا آلهتکم، آتیشش بزنید، این را آتش بزنید، الهان خود را نصرت بدهید و بالاخره حرقوا وانصروا آلهتکم انا كنا فاعلین، اگر شما واقعا این کار را میکنید. در اثنایی که ابراهیم علیه السلام با آتش میفته، در حال انداختن آتش و اینها، یعنی وقتی در سیره ابراهیم علیه السلام میخوانیم، در روی کره زمین در او وقت و زمان، در او لحظات یک موحد بود و یک تاپرست بود و یک خداجوی بود که خدا را پرستش میکرد و او هم به جرم توحید و یک تاپرستی به آتش میفته. غلغله عجیبی در آسمان افتاد، تمام فرشتگان به سر و صدا شدن که یا الله، یک محبوب، یک بنده او هم در آتش افتاد. در بعضی قصص میاره جبرئیل علیه السلام از همه بیشتر بیتابی میکرد و بیطاقتی میکرد. خدایا ابراهیم رفت با آتش، خدا گفت بگیرید. من میخوام این نکته رو برای کسانی که ملت از ابراهیم خلیل الله دارن اشاره کنم. بگیر. جبرئیل علیه السلام در اثنایی که ابراهیم پایین میآیه، در از دور پرتاب شده در بین منجنیق، از بس این آتش عظیم و بزرگ بود که کسی طاقت نزدیک شدن کسی نداشت. از دور ابراهیم رو پرتاب کردن به سمت آتش، در مسیر افتادن در آتش. یعنی لحظه یادم فکر بکنه که داخل این منجنیق خلیل خدا. اجازه بدید همینجا چند لحظه با شما صبر کنیم حضرت مولانا. داخل یک منجنیق یک انسان، یک جوان بسته است الان و در مقابل یک آتشی هست، یک جهنمی در دنیا درست کردن، یک کوره از آتش است، یک آتش معمولی نیست، یک کوره از آتش. تمام مردم جمع شدن، هیزم آوردن و شراره آتش به حدی حرارت ایجاد کرده که از نزدیک جرئت نمی‌کنن نزدیک بشن، ابراهیم رو پرت میکنن. یک جوان با زبانی ذاکر و قلبی شاکر نزد الله تعالی الان هیچ ضمانتی هم الله تعالی براش نکرده بود که از این آتش تو سالم میای بیرون. هیچ ضمانت، خبر نداشت که این آتش سرانجامش چه خواهد شد. آتش، طبیعت آتش سوختن است. و ابراهیم علیه السلام الان در حال پرتاب شدن. این آزمایش آسان نیست واقعا. الان یعنی چی؟ یعنی الان آتش وقتی به انسان به آتش میفته یعنی تمام میشه دیگه، کباب میشه در این آتش. هنوز هم بر این عقیده توحیدی پایبند است. ابراهیم شدن خیلی سخته که چی؟ محاله. یعنی من هر لحظه ای که به این آیه مبارکه حرقوه من میرسم، آیات دیگر میآید در ذهن من که داخل این منجنیق که دست بسته، پا بسته، شانه بسته، در اثنایی که در حال پرتاب شدن در آتش عظیم و بزرگ دنیا، این کی هست؟ کسی که سلام علی ابراهیم، پدر تمام انبیای بعد از خودش، عزیزترین دوست الله تعالی در زمان خودش. عجیبه سبحان الله. وقتی که انسان دوستی برقرار کرد با الله سبحانه و تعالی، نکته اینجا بود که جبرائیل دست آمد که بده دست در ابراهیم. کمک نمیخوای؟ کمک. همیشه یک چی به یادم میآید که میگن که وهابی و وهابی و وهابی، به این داستان که میرسم میگم پدر وهابیت کو ابراهیم علیه السلام بوده که اگر وهابی معنی اینه که فقط از الله کمک بگیرید. یعنی در تعبیر امروزی که میگن ابراهیم علیه السلام گفت که او خدایی که ما به خاطر دعوت به سوی او در این آتش افتادم، لحظه مر مشاهده میکنه. نیاز به تو ندارم. نیاز نیه. اون خودش با حال من واقفه. و او اخلاص ابراهیم علیه السلام، توکل ابراهیم علیه السلام چنان کرد که قلنا یا نار کونی بردا
و سلام علی ابراهیم. ای آتش سرد شو، نه اون سردی که باز اذیت بشه، سردی که بسیار نرم و راحت و اینها بر ابراهیم علیه السلام. حالا وقتی ما میگیم ما ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، آیا توکل ما چنین توکل شده؟ آیا حرکت ما به خاطر نشر و پخش توحید، به خاطر نشر و پخش توحید، ما متاسفانه در این قضیه واقعا انسان وقتی که میرسه شرمندگی ها داره. ما به خاطر حفظ آبروی خود، به خاطر حفظ جای خود، به خاطر حفظ مکان خود، به خاطر حفظ اون موقف اجتماعی خود، به خاطر حفظ های بالاخره عجیب و غریب بالاخره دنیوی که هست، آرامش خود، همه اینها نمیخوایم باز هم که سخن حق را بیان کنیم. من در همین جی یک خاطره به یادم آمد که یک وقت چون در هرات در می آستان ابو اسماعیل هیروی، در زیارت ابو اسماعیل هیروی، واقعا خرافت های عجیب و غریب، بدعات عجیبی و بالاخره از او جمله که الحمدلله که الان تا اندازه کار شده و منع شده طواف در اطراف قبر بود سالهای گذشته و اینها، واقعا متاسفانه که یک شب در کنار قبر شیخ ابو اسماعیل هیروی خواجه عبدالله انصاری دیدم یک شخص نماز میخوانه رو به قبر. حالا جالب اینجایی که اگر قبر پیش روی خود میکرد رو به قبله نماز میخوند که میگفتیم یک نماز تو یا مکروه شد و یک کراهیت داشت و بالاخره در این کراهیت تحریمه شد و پشت به قبله رو به قبر نماز میخوند. یعنی این سبحان الله استاد شدم کنار از این، گفتم برادر چه کار میکنی تو؟ این که عبادت نیه، پشت به قبله رو به طرف قبر. یکی دو مرتبه سه مرتبه گفتم، بعد امرای خود گفتم که منطقه تو، قبرم از جد تو، این ساحه که در این ساحه که تو نتنی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده را انجام ندی، پس کجا انجام میدی؟ خب شانه از این محکم گرفتم، روی از این طرف قبله چرخاندم، گفتم قبله ای طرف برادر نماز میخوانی یا دیگه؟ همین رو خور که دور داد میخواست که یک چیزی بگه، دید که منم هم پتوی داشت، پتوی رو برداشت و اجی بابار بیشتر در هرات و در اینها به نام اجی خواجه صاحب میگن، همین رو خورد دور داد دیگه هیچ نگفت، گفت دنیا قیامت شده نواسه اجی خواجه صاحب هم وابی شده. یعنی چند نفر در همونجی در کنار ما بودن گفتن که دیدیم که چی گفت به شما؟ چی کار داریم شما؟ یعنی در این لفظ برای بعضی که اطراف ما بودن فکر کردن که برای ما بسیار یک توهین بزرگی کرده دیگه. یعنی اونا گفتن ترجیح میدادن که همین شرک و این همین شرک صورت میگرفت ولی به شما این حرف گفتن نمیشد. گفتن اصلا بل میکردین که این حرف نمیزد. آیا اون روزی که ما به خاطر دین الله سبحانه تعالی اگر ولو که تحقیر بشم، ولو که به زندان بیفتم، ولو که تکه باشم، ولو که وقتی چی افتخاری که ابراهیم وار در منجنیق بسته باشم و در آتش بیفتم و صدای توحید بلند باشه و بت و بتخانه ها و اینها در حال سرنگونی باشه، اون روز بزرگترین افتخار ما خواهد بود. اجازه بدید در همین ببخشید جناب، در همین صحبت شما این جریان افتادن در آتش ابراهیم علیه السلام و به معنای دایره وسیع‌تر مشکلاتی که در راه توحید برای یک دعوتگر ایجاد میشه، از همون دیده واتخذ الله ابراهیم خلیلا یک نگاه بیاندازیم. الان یک خلیلی، یک دوست عزیزی به خاطر رضایت محبوب خودش، مولای خودش، حاضر میشه که جان خود رو فدا بکنه و مولا ناظر بر این فداکاری دوست. یک دوستی برای اثبات اوج محبت خود نسبت به دوست خود، بزرگترین سرمایه‌ای که در وجود داره جان هست، به کف دست گذاشته که ای حبیب من، ای محبوب من در راه رساندن مردم به تو همین جان من هست، فقط مانده که از من همین رو در راه تو تقدیم میکنم و به سمت آتش میره.
با چه احساسی اون منجنیق اگر یک نگاه بیاندازیم با اون جوابی که به جبرائیل علیه السلام اگر روایت صحیح باشه داده شده که چقدر این انسان چه نیروی محبتی در وجود این شخص نسبت به الله تعالی هست که غیر از الله تعالی رو در زندگی نمیبینه، نه خودش، نه اسم و مقامش، نه پست و جایگاهش، نه آرامش و زندگی دنیا، فقط یک هدف داره و اون هم دست یافتن به رضایت الله تعالی. و این فداکاری چقدر نزد الله تعالی محبوبه و این خضوع این بنده در برابر الله تعالی و رضایت به تقدیر الله تعالی که چگونه باز الله تعالی از این انسان اکرام میکنه و چگونه در همین دنیا و آتیناه فی الدنیا حسنه، قبل از آخرت در دنیا اون را اکرام میکنه. کاش همه ما همچین صفتی نصیب ما میشد. در حقیقت راه دعوت راهیه که الله سبحانه وتعالی در قرآن به صراحت بیان میکنه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی گام برمیدارن و میگن که پروردگار ما الله هست، یعنی راه توحید و یکتاپرستی رو انتخاب میکنن، اینها باید استقامت بکنن. ولی استقامت که کردن، نتیجه استقامت تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه. یعنی یک داعی و یک دعوتگر چون گامی به سوی الله سبحانه و تعالی برمیداره و هدف از او رسیدن به الله سبحانه و تعالی هست، وقتی که ارتباط با الله برقرار بشه، یعنی سبحان الله شما ببینین، یعنی ابراهیم علیه السلام امام دعوتگران، امام موحدین و امامی که در حقیقت الله سبحانه و تعالی او امام گفته و پیشوا برای تمام اهل توحید و یکتاپرستان. یعنی یک داعی و دعوتگر فقط فکر بکنه که خاصیت کارد بریدن هست با اون همه تیزی که باید خاصیت اینه که ببره. این کارد درست شده برای اینکه گوشت رو ببره. گوشت ببره. کارش همینه، کاری از این نداره. ولی بر حلقوم نازک زیبای اسماعیل علیه السلام ابراهیم میگذاره و هر چی میکشه نمیبره. فرمان از بالا نیه، مثل همون آتشی که خاصیت سوزاندنه اما نمیسوزونه ابراهیم علیه السلام. یک داعی و دعوتگر باید به این عقیده برسه، به این یقین برسه که در اون حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که اگر تمام دنیا جمع بشه که برای شخص ضرری برسانه که الله نخواسته باشه نمیتونن، اگر تمام دنیا همه جمع بشن که برای یک شخص نفع برسانن که الله نخواسته باشه باز. یعنی این یقین و باور. من بعضی وقت خیلی فکر میکنم ما چرا بترسیم؟ ما چرا بالاخره وقتی خدای داریم که همان خدایی که ابراهیم رو در آتش حفظ کرد، من همان خدا رو پرستش میکنم، دیگه خدایی نیست. لا اله الا الله. همان خدایی که اسماعیل علیه السلام زیر کارد حفظ کرد، من همان را پرستش میکنم. خب همون خدا الله تعالی با همون عظمت، با همون قدرت، با همون رحمت و با همون صفات عظمتی که داره. در صفات از او نه تغییر آمده، نه کم شده، نه اضاف شده. ذاتیه که هو الاول والآخر والظاهر والباطن لا تأخذه سنة ولا نوم. یعنی یک داعی و دعوتگر اوصاف حضرت ابراهیم علیه السلام، صبر و استقامت ابراهیم علیه السلام، توکل ابراهیم علیه السلام وقتی که انسان مطالعه میکنه. ما و شما برمیگردیم مثلا همه ساله تعداد زیادی به 1 میلیون و 2 میلیون یا کمتر یا بیشتر از تمام نقاط جهان میاین در مکه مکرمه. اصل این سیمینار ابراهیمیه. ابراهیم علیه السلام همه ساله بعد از خود یک سیمینار گذاشته
مدت 25 روز 30 روز 10 روز بالاخره بیشتر کمتر در این راستا که این نمایندگان کل امت اسلامی بیاین در این سیمینار درس ابراهیمی بگیرن و پس برگردن. اینو شاگردان این مکتبن، ثبت نام کردن، الان آمدن سر کلاس درس. حالا اون شاگردی که حواسش هست و به دنبال تعلیم است یاد میگیره، اونی هم که خواب و حواسش نیست میره برمیگرده. یعنی ابراهیم علیه السلام الله سبحانه و تعالی وقتی که اینها رو میاره، خب واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، این به یاد میده. یعنی سر مقام ابراهیم نماز بخون. یعنی به تعبیر میتونم بگم که پشت سر ابراهیم علیه السلام نماز بخون، روی به قبله که ابراهیم بنا کرد، تجدید بنا کرد. در این راستا همه تو آب زمزم رو بنوش. خب آب زمزم کجا بوده، چگونه به دست آمده؟ خب اینا همه درسه. تو خواهری که شاید شوهر آزاری داشته باشی، شوهر را آزار بدی، چرا دیر آمدی، تأخیر کردی، چرا بالاخره وقت رفتی، چرا از سر کار دیر پس آمدی، من تنها بودم، ترسیدم و بالاخره در این راستا آیا تو خواهر مسلمان نخوندی ایمان و توکل و اخلاص هاجر؟ نمیخوای مثل هاجر ماندگار بشه، اسمت در تاریخ صفا و مروه به نامت بمانه در تاریخ. همه اینا من برای من خیلی جالب بود. یعنی یک وقت از من کسی پرسان کرد که بین صفا و مروه جای دویدن برای حضرت هاجر بود، ولی الان سنت به مردها هست. حضرت هاجر دوید، داره ما مردها باید بدویم، چرا زنها نمیدون؟ گفتم که تو نمیدانی چیست؟ گفتم که در اینجا الله سبحانه و تعالی میخواه به شما نشان بده که ای مردها شما هم بدوید تا به مقام بیبی هاجر برسید. با او صبر و استقامت یک زن، با او توکل یک زن. پس آب زمزم نوشیدنی و صفا و مروه وقتی که میریم همه بحث از ابراهیم و خانواده ابراهیم و همسر ابراهیم و فرزند ابراهیم علیهم السلام، مکتب ابراهیم علیه السلام. یعنی الله سبحانه و تعالی در آیه وقتی که اشاره میکنه، در حالتی که من در ابتدای صحبت گفتم که کعبه یعنی قبل از آدم بود، بنای کعبه قبل از آدم و بالاخره در زمان حضرت آدم، در زمان حضرت نوح و باز حضرت ابراهیم علیه السلام بودن کعبه رو بنا کردن. اما الله سبحانه و تعالی میگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. خب ای که بکه هست، مقام مبارک هست و جای نشانه های هدایت هست، همه اینها اولین خانه‌ای که برای عبادت مردم ساخته شده هست. مبارک مدلن فیه آیات بینات مقام ابراهیم، نشانه های بسیار واضح اینجاست و یکی مقام ابراهیم هست. یعنی ما میتونیم به تعبیر دیگر که اینجا مقام ابراهیم هست، اینجا که داخل شدی ابراهیم هست. کسی که میخواد در این مکتب راه ابراهیم رو ادامه بده، اینجا بچرخه، یاد بگیره، بگرده که ابراهیم چطور بود، چطور زندگی کرد، تا درس ابراهیم یاد بگیره، تا درس توحید. همه بر محور توحید میچرخه، همه بحث توحید هست، همه درس توحید هست، همه درس یکتاپرستی هست. کل زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام تفسیر لا اله الا الله هست. همونی که هی در آیه الله تعالی اشاره میفرمود ولم یکن من المشرکین و ما کان من المشرکین. جزاکم الله خیر. اجازه بدید ما میان برنامه هم بگیریم، بیش از یک ساعت هست که داریم صحبت میکنیم. اینقدر بحث ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا و پدر بزرگوار ما که این افتخار رو داریم که الله تعالی ما رو هم به این انسان عظیم نسبت داد و فرمود ملت ابیکم ابراهیم، پدر ما، ملت پدرمان ابراهیم علیه السلام. اجازه بدید میان برنامه کتاب ببینیم، برگردیم انشاءالله همچنان در مکتب پدر نازنینمان ابراهیم علیه السلام که جد بزرگوار پدر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست سخن خواهیم گفت. خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم،
رویم به کعبة الله خانه حق. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، چه خوش باشد طواف کنان به کعبه، با دو چشم پر از گریان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش، لبیک گوییم کنیم حق را ستایش. اخوت داشته با یک جان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد بنوشیم آب زمزم، چه خوش باشد بنوشیم آب زمزم. شفای قلب خوب آرام بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. رویم سوی صفا و مروه یک بار، رویم سوی صفا و مروه یک بار. به یاد سار با ایمان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد که بعد از ختم عمره، چه خوش باشد که بعد از ختم عمره، شویم حلال و خوب شادمان بگردیم، شویم حلال و خوب شادمان بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن
طاعت قرآن بگردیم. کشیم احرام خود با حکم خالق، کشیم احرام خود با حکم خالق. شویم مقیم بلا احرام بگردیم، شویم مقیم بلا احرام بگردیم. چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم، چه خوش باشد که با حاجیان بگردیم. بگرد خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق. به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگرد خانه رحمان بگردیم. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با موضوع در مکتب ابراهیم علیه السلام، پیامبر با عظمت و بزرگواری که در کلام الله مجید اوصاف و فضایل بیشماری از این بزرگوار برای ما نقل شده و همان گونه‌ای که جناب مولانا هم اشاره فرمودن در آیات کلام الله مجید، الله متعال ما رو امر کرده به این مورد که این شخصیت عظیم رو الگوی زندگی قرار بدیم و سعی بکنیم که ابراهیم وار زندگی بکنیم. روزگاری که انسان، روزهایی که نزدیک میشه به ایام حج و حتی سفر عمره در طول سال هم، و هر وقت که انسان به مکه مکرمه نظاره میکنه و به مسجد الحرام و مشاعر مقدسه دیگر موجود در مسجد الحرام و اطراف، به یاد این انسان بزرگ میافته. و ما هر روز در نمازهای خود در درود بعد از تشهد، در پایان تشهد، همیشه ما از الله متعال میخوایم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گران قدرشون درود بفرسته، آنگونه که بر ابراهیم علیه السلام و بر اهل بیت ابراهیم علیه السلام درود فرستاد. و جا داره که ما در زندگی درباره این انسان بزرگوار یک وقتی رو اختصاص بدیم و بنشینیم و بیشتر آشنا بشیم با این نبی عظیم و این پیامبر اولوالعزم و این پیامبری که الله متعال میفهمد که من این رو به عنوان دوست بسیار گرانقدر و عزیز خود انتخاب نمودم. و هر چقدر در این مجال ما صحبت بکنیم باز هم حق مطلب ادا نخواهد شد، فقط یک بهانه‌ای برای این که در وجود من و شما بینندگان عزیز این احساس ایجاد بشه که درباره شناخت این انسان بزرگوار یک وقتی رو اختصاص بدیم، یک تلاش بکنیم حداقل نگاهی به زندگی ایشون انداخته باشیم و حداقل بیشتر در قرآن کریم جستجو بکنیم آیاتی رو که درباره این انسان بزرگوار هست و دعوت این انسان بزرگوار و مراحل مختلف زندگی ایشون و صفاتی که ایشون مزین بودن و درجاتی رو که بهش رسیدن و تفکر بکنیم درباره زندگی ایشون تا بتونیم که خودمون رو به ایشون نزدیک بکنیم، تا بتونیم پیرو خوبی باشیم، شاگرد خوبی در این مکتب باشیم و روز قیامت در این مکتب که در همین مکتب شاگرد اول این مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بدون شک محمد مصطفی علیه السلام. به تعبیر آیه قرآنی که فرمود الله متعال ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیامبر ما به تو امر کردیم که از ابراهیم علیه السلام، ابراهیم حنیف، تبعیت بکنی. و ما و رسول الله صلی الله علیه و سلم که امام الانبیا و به هر حال تاج سر همه انبیاست، در این مکتب همین مسیر رو ان شاء الله بیاری الله متعال، مسیر توحید و حقانیت رو ادامه خواهیم داد. برمیگردیم به موضوع خودمون به حضرت مولانا در بررسی آیات دیگری که بیشتر به ما کمک بکنه در شناخت این شخصیت عظیم ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا. حضرت مولانا سلام مجدد و ادامه موضوع رو در محضر شما است. تشکر. باز هم اگر
برگردیم به همون سوال قبلی که چگونه وقتی که ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، ایر در عرصه عمل نشان بدیم. از آیات قرآن و از لابلای آیات قرآنی که الله سبحانه و تعالی فضائل ابراهیم علیه السلام و جایگاه ابراهیم علیه السلام رو بیان میکنه، پیروان ابراهیم علیه السلام میدانند که باید دارای چی اوصاف باشن. گفتیم که توکل ابراهیم علیه السلام، اخلاص ابراهیم علیه السلام و همچنین صبر و استقامت ابراهیم علیه السلام. حالا موضوع دیگری که شخصی که میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، ابراهیم علیه السلام چنان در مقابل مشرکین و در مقابل ملحدین و در مقابل مستکبرین زمانش، در مقابل طاغوت زمانش چنان با استدلال صحبت میکرد که او یعنی لاجواب و ما تو مبهوت میماند. یعنی پیرو ابراهیم علیه السلام وقتی که ما میگیم ما ملت از ابراهیم علیه السلام داریم، چنین نیست که ما حرف خود را بدون استدلال و بدون دلیل بخواهیم در خور و فکر و ذهن یک شخص بقبولانیم. نخیر، ما سعی بکنیم که ما صحبت‌هایی که می‌کنیم صحبت‌های سنجیده با حکمت، تدبیر، با دلیل و دعوت ما یک دعوت موفق باشه. با چی باشه؟ آیه قرآن الله سبحانه و تعالی بیان میکنه مجادله ابراهیم علیه السلام با نمرود، با طاغوت زمانش. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. وقتی که بین ابراهیم علیه السلام و بین طاغوت زمان گفتگوی صورت گرفت که ارتباط به پادشاه کی هست و پادشاه چگونه کی هست، در این وقت ابراهیم علیه السلام برای از این معرفی میکنه. الم تر الى الذي حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. خدای من خدایی است که میراند و زنده میکند. گفت که قال انا احیی و امیت، ما هم این کارن میکنم. چگونه این کار؟ خب مفسرین بیان میکنن که یک شخصی که واجب القتل بود ایر از زندان آورد و ایر آزاد کرد و شخص بیگناه از بازار آورد و ایر کشت. گفت کشتنی بود، مرده بود، زنده کردم و زنده رو مرده کردم. ابراهیم علیه السلام وقتی متوجه شد که بسیار انسان احمقیه، بسیار هیچ دلیل و دلایل نمیفهمه، این گفر این چگونه، ابراهیم علیه السلام فوراً دلیل دیگری پیش کردن. وقتی که گفت قال انا احیی و امیت، قال ابراهیم ربی فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. یعنی این کار رم بکن. خدای من خداییه که اللهیه که الله سبحانه و تعالی خورشید از مشرق میاره به مغرب، فأتی بها من المغرب. ایر بیار تو پس به طرف مشرق بگرد. اگه مردی حالا دیگه این کارو بکن. فبهت الذی کفر. همین که یعنی به تعبیر امروزی مات و مبهوت ماند. این کافر. ببینین وقتی که ابراهیم علیه السلام همیشه حکمت هایی که میزنن، میکشن، میسوزانن و حکمت هایی که ترور میکنن، حکمت هایی که بالاخره از رای خشونت کار میگیرن، متوسل به زور میشن، اینها دیگه دلیل ندارن. این آخرین حیله و حربه که استفاده میکنن. چاره ندارن جز یعنی چون کاری که فرعون کرد، نمرود کرد، فرعون کرد و در فرعون هم آخرش بعد از این که دید حریف موسی علیه السلام در میدان مبارزه علمی به قول خودش نشد آخر گفت لأصلبنکم فی جذوع النخل. و مثل نمرود که گفت قالوا حرقوه وانصروه. یعنی فرمان آخری. یعنی یک کسی که میگه من ملت از ابراهیم علیه السلام دارم، چون مکتب ابراهیم علیه السلام یک مکتب علمی، یک مکتب با دلیل
با دلایل و با استدلال قوی. حقیقتا این هم نکته قابل تأمل است برای بینندگان عزیز ارجمند که مکتب ابراهیم علیه السلام همونجوری که حضرت مولانا اشاره فرمودن برای ما در میدان دعوت علاوه بر اینکه توکل رو می آموزه و علاوه بر اینکه به ما یاد میده که چطور استقامت بکنیم در مسیر و نترسیم از تهدیدها، این رو هم فراموش نکنیم که این گونه ابراهیم علیه السلام یک دعوتگری نبود که همینطور فقط بره و شروع بکنه به دعوت. از اسالیب دعوی استفاده میکرد، یعنی از حکمت در دعوت استفاده میکرد و نمونه از این حکمت ها رو در این آیه ما از جناب مولانا شنیدیم که چگونه با استدلال هایی که هر انسان عاقلی، هر وجدان آگاهی رو قانع میکنه، توانست که مبهوت بکنه. به تعبیر امروزی کیشومات کرد دیگه پادشاه زمانه خودش رو در این استدلال ها. در غیر از این موارد جناب مولانا و همچنین کسی که میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، ملت ابراهیم بودن و یا ابراهیمی شدن به تعبیر امروزی شعله خود را بخور و پرده خور بکن نیه. این مکتب این افراد در نمیپذیره. یعنی به تعبیر سایتر را شاید این تعبیر بعضی از شاید دوستانی که در ایران هستن متوجه نشن، این تعبیر زر و مثل همون معادل امروزی که آقا جان موسی به دین خود، عیسی به دین خود، به فکر خودت باش و برای خودت دندونی رو که درد نمیکنه میگن سری رو که درد نمیکنه چرا ببندیم. تعبیر معادلش شبیه همین میشه، سری رو که درد نمیکنه چرا ببندیم. یعنی ملت از ابراهیم بودن و در مکتب ابراهیم بودن مکتبیه که سر تا پا تحرکه، حق حقه، باطل باطله، راه واضح و شفاف. یعنی ابراهیم علیه السلام وقتی دید که بتخانه، بتپرستی، شرک، ابراهیم علیه السلام دیگه نگفت که من دعوت خور میکنم و شما بتپرستی خور بکنیم. چی گفت؟ والله و تالله، قسم به خدا، و تالله لأکیدن، چقدر تاکید، لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. در جای دیگه اجمعین گفت. به خدا قسم. شما یک رند بریم به اون مراسم عید، خب این بوتای شما چنان بکنم که باز خود شما خواهید دید. فجعلهم جزازا، اینا همه قطعه کرد، الا کبیرا منهم. ابراهیم علیه السلام شخصی نبود که بالاخره بگه که امروز مصلحت نیه، مصلحتگرا نبود ابراهیم علیه السلام. من نمیرسه، من یک نفرم و اینها یک جمعیتی هستن، من امروز اگر بیام جنگ بکنم بعد فردا میان پول منو قطع میکنن، حقوق منو قطع میکنن، من از این مدرسه بیرون میکنن، از این اداره بیرون میکنن، نمیدونم مشکلات برای من ایجاد میشه، بعد مردم توهین میکنن، جون من بر خطر میفته، دشمن زیاد میشه، دیگه من کسی تحویل نمیگیره و همه اینها این درس میده برای پیروان که کسی که میگه من در مکتب ابراهیم علیه السلام و همانطوری که قبلا شما اشاره کردیم اولین فردی که در این مکتب روان شد نبی کریم صلی الله علیه و سلم به ادامه راه ابراهیم علیه السلام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، دستورش دست، فإن لم يستطع فيغيره بلسانه فإن لم يستطع فيغيره بقلبه وذلك أضعف الإيمان. این پایین‌ترین ایمان هست که انسان به قلب باید ببره. یعنی ابراهیم علیه السلام از مو اوج ایمان و قوی بودن ایمان خود کار میگیره و بطهار و بالاخره. اما بازم برمیگردیم اونا رو دعوت میکنه به استدلال. الا کبیرا منهم لعلهم یرجعون. فلما رجعوا الیهم، ادامه آیه مبارکه، وقتی که آمدن و دیدن که بوتا شکسته هستن، نه همه شکسته، چکار شده؟ گفتن که فقط من فعل
قالوا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. سمعنا فتى یذکرهم. ما شنیدیم یک جوانی در این شهر هست و بالاخره اسمی ابراهیم و قبلا هم ما حرکاتی از او دیده بودیم، از این بت و بت پرستی بد میبرد و در این اثنا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن بیارینش، بیاریم بکشانیم و در این آوردن. وقتی که او را آوردن ابراهیم علیه السلام که سوال کردن، گفت از ما سوال نکنی، از این بت کبیر کلانی که بلند بالا هست از او پرسان کنی. ابراهیم علیه السلام میخواد اینجی، ابراهیم علیه السلام هم بت شکسته، هم میخواد که او فکرها و مفکورهایی که با بت خلط و مخلوط شده اونا رو هم بذاره بشکنه. تبرم گذاشته بود روی دوش اون بت بزرگ. بت بزرگ یعنی فکری که مخلوط به بت پرستی باشه ایران باید شکست. ابراهیم علیه السلام میخواد که هم بت‌هایی که در داخل یک خانه مجسمه ها گذاشته بود اونا رو شکست و هم بت‌هایی که در فکر و در روح و روان جا گرفته بود اینها رو بشکنه. بعد از این که فاسألوهم آیه مبارکه از این سوال کنید اگر این سخن میگه کبیرهم فاسألوهم این کانوا ینطقون. بعد میگن که این که حرف نمیزنه. حضرت ابراهیم علیه السلام میگه چیزی که حرف نمیزنه، نفع نمیرسانه، ضرر نمیرسانه، شما چگونه پس به این طرف؟ همینه که با تصمیم بعدی میگیرن که قالوا حرقوه. دیدن که نمیشه. با استدلال حریفش نمیشن، گفتن بکشین، آتیش بزن. پس وقتی که یک شخص میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، باید همیش بت شکن باشه، همیش بت شکن باشه. چی بت هایی که شاید خیلی از عزیزانی بگن که خب ما بت نمیبینیم، اما فکر کنیم که به تعبیر یکی از علما میگه کل ما شغلک ان مولاه فهو صنمک. هر چیزی که تو از خدا مشغول کنه همون برای تو بته، یعنی چیزی که تو از خدا غافل کرد. متوجه باشیم چی چیز ما را از خدا غافل میکنه. یعنی اگر خدای نخواسته حتی زن و بچه ما، حتی خانه و زندگی ما، حتی امی ثروت و دارایی ما را از خدا غافل کرد، یعنی محبت اینها فوق محبت الله شد، اینا همه بت میشه. یعنی من ترجیح بدیم در برابر امر الهی به خاطر اینا یک امر الهی رو نادیده بگیریم. در این قسمت نگاه کنیم که در قلب ما محبت غیر الله اگر جا گرفته بود، یعنی در شرایط امروزی متاسفانه خیلی حرفها در فکرها هست، در ذهنها هست، در زندگی و خانواده و بالاخره خیلی از مسلمان ها میبینیم که مثلا ما در ارتباط به اولیاء خدا بحث جداست، دوستان خدا نزد خدا خیلی قرب و منزلت دارن، اما ما میاییم صفت خدا رو میدیم برای اونو شریک میکنن متاسفانه بعضی. در این قسمت وقتی که این حرف در زندگی باشه، در اعمال ما باشه، در رفتار ما باشه، حتی خیلی جالب بود جناب استاد بزرگوار که مثلا در اطراف کعبه ما با بعضی از حجاجی که اونا همیش عمر خود یا حسن و یا حسین و یا علی و اینها رو گفتن، در طواف هم همیر میگفتن، در طواف هم میچرخیدن یا حسن یا حسین یا علی. یکی از حجاجی که در کنار ما بود گفت که یعنی تا اینجا هم اینها را راه نمی‌کنید؟ خانه امام حسن جای دیگه از اینجا خونه هر وقت به دروازه خانه امام حسن و امام حسین رفتید اونجا هم توجیهی نداره، یعنی توجیه نداره، ولی اینجا که دیگه اصلا توجیه نداره. در این راستا ما نگاه کنیم که فکر ما آیا فکر ابراهیمی شده؟ اندیشه ما اندیشه ابراهیمی شده؟ ما وقتی میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، آیا در حقیقت تا حال چنین قسم خوردیم نسبت به زدودن خرافات و بدعات و اینها؟ یعنی در حقیقت باور کنیم جناب استاد بزرگوار، من این آیه که میخوانم همین لحظه پیش خدا احساس شرمندگی میکنم، به خاطر از اینکه ما هم در طول چند سال بیشتر کوشش کردیم که از دعوت خود کار بگیریم. خرافاتی که در اطراف مرقد ابو اسماعیل ایروی بود، یعنی با شدت برخورد نکردیم. همین لحظه مثلا من پیش خدا قرآن و در همین لحظه احساس شرمندگی میکنم که آیا یک روزی ما شده که بگم و تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین؟ تا می کار نکردم، خدا ما رو ببخشه، ولی امیدواریم که در آینده الله سبحانه و تعالی توفیق بده. در حقیقت میفهمیم که کار سختیه،
ما در بعضی زیارت ها میبینیم که چوبی هست، مخلط کردن هست و مخ کوبیدن هست و خب طبعا میگیم که همو موقف و جایگاه از دست نره. در حقیقت ما نمیتونیم با این روش خود بگیم ملت از ابراهیم خلیل ابراهیم بت شکن، ابراهیم بت شکن، که یکی از بزرگترین صفاتی که ابراهیم علیه السلام حداقل در بین ما فارس زبان ها به این گونه مشهور است که ابراهیم بت شکن. یعنی ما مگه میخواهیم ابراهیمی باشیم باید بت شکن باشیم و هر چیزی که به فرموده شما بین ما و الله تعالی فاصله ایجاد کرد و ما را از الله تعالی دور کرد و ما را به گناه و فسق و فجور و شرک مبتلا کرد یک بت است، ولو اینکه ظاهرش یک مجسمه یا یک تندیسی نباشه. در حقیقت وقتی که شما نگاه کنیم، ما بحث از ابراهیم علیه السلام داریم. بزرگان دین ما که ابراهیم وار زندگی کردن، از حضرت امام احمد ابن حنبل رحمهم الله وقتی که نگاه میکنیم، چون ابراهیم وار زندگی کرد، چگونه با او برخورد میشد؟ یعنی در داخل کوچه ها او رو میکشانن. امام ابو حنیفه رحمهم الله به خاطر که ابراهیم وار زندگی کرد میره زیر شلاق های حکومت و وقت و زمان. امام مالک، امام شافعی، امام بخاری و بزرگان دینی که شیخ الاسلام ابن تیمیه، یعنی اونهایی که ابراهیم وار زندگی کردن و به راه ابراهیم علیه السلام قدم گذاشتن، همه این مسائل. اما من مطمئنم که اگر در راه ابراهیم قدم گذاشتیم، او صدا را میشنویم که وقتی گفته شد سلام علی ابراهیم، و همچنین کسی که پیروی از ابراهیم علیه السلام را میکنه و اون لحظه میایه که سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. همچنین نکته دیگری که ما ابراهیم علیه السلام از ابتدا بیان کردیم که راه دعوت و توحید، و شاید بعضی از دشمنان اسلام یا بعضی از ضعیف الایمان دیگه بگن ابراهیم علیه السلام می شخصی بود و که می کشد دین میگفت و توحید میگفت و می بحث از این کلن در این راست. مشکل مادی نداشت، جیبش پر بود. ها در این قسمت انبیا علیهم السلام که یعنی امام الانبیا ابراهیم علیه السلام، قرآن بیان میکنه که بر علاوه که ابراهیم علیه السلام به فکر ساخت و ساز آخرت انسان ها بود، به فکر معیشت و زندگی دنیوی انسان ها هم بود. چگونه؟ ابراهیم علیه السلام اینطور نبود که یک شخص گوشه گیر باشه، گوشه نشین باشه، فقط بحث یا تنها و تنها همین بحث توحید باشه و دین باشه و آخرت باشه و دیگه شاید در ذهنی بعضی فکر کنن که ابراهیم چی میخورد، چی کار میکرد، معامله میکرد، از کجا برای کمک میآمد، کیر تمویل میکرد. در این راستا ابراهیم علیه السلام قرآن میفرمایه که و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا. وقتی که الله سبحانه و تعالی ابراهیم را قرار داد و در این راه انتخاب کرد، در مکه اولین درخواستی که ابراهیم علیه السلام از خداوند کرد گفت که اجعل هذا بلدا، خدایا این یک شهر بگردان. بلد. ابراهیم علیه السلام کشورداری هم داشت، نبود که دل آبادی دوست داشت، سرسبزی دوست داشت و بالاخره شهر همه چیز امکانات خورداره. اجعل هذا بلدا، خدایا از تو شهر میخوام، آبادی میخوام، خانه میخوام، زندگی میخوام در این راستا. آمین. و بعد شهری که حرج و مرج و همه هیچ ناامن و اینها کیف نداره، لذت نداره. نکته دیگری که ابراهیم علیه السلام از خداوند میخواه، آمینا، خدایا این شهر تو امن بده، امنیت بده. اولین کسی که پیشنهاد امنیتی در شهر مطرح میکنه ابراهیم علیه السلام است. میگه امنیت برای شهر بسیار مهمه، خیلی مهمه، چون مهمه از الله تعالی میخواد که این شهری باشه که امن باشه. وقتی که ابراهیم علیه السلام گفت که اجعل هذا بلدا، خدایا این شهر کن،
یعنی به تعبیر امروزی خدایا پروردگار خانه های لوکس و موترهای لوکس و در امو عصر و زمان شهر آمینا. خب شهر باشه، امنم باشه، خب دیگه چی میخواه؟ خدایا این شهر باید اقتصاد داشته باشه، تجارت داشته باشه. ورزق اهله من الثمرات، خدایا به این اهل این شهر اقتصاد بده، رزق بده، روزی بده، فراوانی بده، رونق بده. یعنی این شهر پنبلا نباشه، شهری باشه که تحرک باشه، شهری باشه که انسان ها در حال گفتگو باشن، در حال بیع و شرا باشن در این جناب مولانا یک پرانتز باز کنیم. جالبه برای من خیلی این جایی که در سوره مبارکه بقره آیه که شما تلاوت فرمودید، آیه 126، در این آیه الله تعالی از زبان ابراهیم علیه السلام میفرماید که دعا میکنه که اینجا رو رونق بده، رزق و روزی بده. و در سوره ابراهیم علیه السلام ما داریم باز اونجا که در آیه 35 میفرماید که انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، من خانواده خود رو در سرزمینی آوردم که زراعت اینجا نیست. ابراهیم علیه السلام میدونه که اینجا زراعتی نیست، اما با این وجود از الله تعالی تقاضا میکنه که در همین شهری که زراعت نیست تجارت رونق پیدا بکنه، رزق و روزی رونق پیدا بکنه. و نمیشه بگه خب دیگه اینجا که آب نیست و زمینم که زمین همه سنگلاخه و بعد باران هم که نمیباره پس نمیشه کاری کرد دیگه، دست به دست بگذاره و بگه خب بریم یک جای دیگه زندگی کنیم. نه، همینجا باید رونق پیدا بکنه. ابراهیم علیه السلام چون به آن یقینی رسیده بود که او خدایی که ابراهیم را در آتش حفظ کرد، وادی لم یزرع را هم کاری میکنه که میوه های تمام دنیا رو در اینجا گرد هم جمع کنه. یعنی الان شما آنچه میوهی که در روی کره زمین رزق و روزی حلال خواسته باشیم در سرزمین مکه مکرمه هست. جالب حضرت مولانا، من این خاطره هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که در کنار مسجدالحرام یک روزی در یکی از فروشگاهی که نزدیکتر بود وارد شدم و یک میوه های بسیار عجیب و غریبی دیدم. یعنی برای اولین بار در زندگیم داشتم میدم حقیقتا، و اسمش هم هنوزم یادم نیست. یک دفعه اسمش هم بعد برام جالب بود که این اسمش چی هست و از کجا هست. از فروشنده پرسیدم اسم این چیه؟ گفت منم نمیدونم اسمش چیه. گفتم خب چطور میفروشی؟ گفت میارن بعد روزانه میرسه و قیمتش اینو، بعد همینه دیگه میاد خلاصه. حتی اسمش رو هم خودش نمیدونست. و حتما عزیزانی که مسجدالحرام نصیبشون زیارت مکه مکرمه، در مکه مکرمه هنوزم که هنوزه شرایط کشت و کار کشاورزی و زراعت نیست. شاید بعضی از گوشه های مکه مکرمه خرمایی در بیاد که اون هم خرمای خوبم هنوز در نمیاد در مکه، اما به فرموده شما تمام میوه ها و تمام محصولات کشاورزی رو با همون گل روی خودش حتی بسیار تازه میشه در مکه مکرمه یافت. یعنی این زندگی سیدنا ابراهیم علیه السلام که ارتباط به معیشت و زندگی انسان ها بود. و یکی دو نکته دیگر هم اشاره میکنم که در همین آیات بعدی میایه که ابراهیم علیه السلام اول بلد خواست و شهر خواست و باز امن خواست و باز تجارت خواست و حالا به پیروان خود باز ابراهیم علیه السلام درس میده که اگر شهر بود، امنیت بود، اقتصاد بود، دین نبود، بازم ارزش نداره. حالا اگر دین بود، چگونه دینی؟ آیا دینی که ساخته و باخته دست خود بشر باشه؟ نه خیر. الله سبحانه و تعالی ابراهیم علیه السلام از الله سبحانه و تعالی باز طلب میکنه ای الله شهر دادی، امن دادی، رزق و روزی دادی، و ارنا مناسکنا. در آیه بعد اشاره میکنه به ما نشان بده دیگه، حالا تو برای ما بگو که ما چگونه تو رو عبادت کنیم، چگونه تو رو پرستش کنیم و چگونه از تو تشکری کنیم. تشکری شهر، تشکری امنیت، تشکری هم رزق و روزی و اینها. باز هم ابراهیم علیه السلام میگه یا الله انسان هست، تقصیر میکنه، نافرمانی شاید کرده باشیم، و توب علینا، ببخش ما. همه اینها رو دادی، یک چیز دیگه هم از تو میخوایم که توبه کردیم از او
ندامت و پشیمانی و بالاخره از او اعمالی که کوتاهی که شده اگر در زندگی، چون ابراهیم علیه السلام میخواد به پیروان خود این درس رو بده و تب علینا انک انت التواب الرحیم. یعنی کسی که میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم باید همیشه در تلاش آبادی شهر باشه. ملت از ابراهیم همیشه باید در جستجوی امنیت باشه که برای انسانها امنیت رو به وجود بیاره. کسی که ملت از ابراهیم خلیل الله داره بیکار و تنبل نیست، همیشه در کار و معامله و تجارت خود مصروفه و همچنین در کنار تجارت و معامله به هیچ وقت کسی که ملت از ابراهیم خلیل الله داره خدا رو فراموش نمیکنه و عبادت پروردگار به همون طریقه که پروردگار خواسته انجام میده و همیشه هر لحظه تائب یعنی انابت یعنی رجوع کننده به سوی پروردگار عالم. و جالبه که در پایان حضرت مولانا در پایان این درخواست ها باز حضرت ابراهیم علیه السلام آخرین دعایی که میفرماد این هست که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمت و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. آینده نگری هم داره در بین همین مردمی که در همین سرزمین الان زندگی میکنن، همین خانه‌ای که اینجا الان من برپا کردم با پسرم اسماعیل علیه السلام، در همین شهر مکه در آینده پیامبری از بین خود همین مردم انتخاب بکن که کتاب آیات و کتاب قرآن تو رو بر اونها تلاوت بکنه، به اونها رو تزکیه بکنه و به اونها کتاب و سنت خودش رو بیاموزه. و این دعا چقدر زیبا استجابت شد در تمامی ابعاد. هم شهر شد، هم الحمدلله مکه مکرمه شهری است حدود 5 میلیون نفر جمعیت داره و اگر اجازه داده بشه تمام امت اسلامی دوست دارن اینجا زندگی بکنن. همین است که به خاطر به هر حال اون قوانین به هر حال شهرداری و به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر برای زوار بیت الله الحرام اجازه سکونت داده نمیشه به مردم در این شهر، وگرنه بیشتر هم میان. و هم امنیت هست، هم آرامش هست، هم روزی و رزق فراوان در این شهر الحمدلله هست. و هم این دعای رسول صلی الله علیه و دعای ابراهیم علیه السلام شاید بگیم حدود 2000 سال بعد برآورده شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم میفرمودن که من نتیجه دعای پدرم ابراهیم علیه السلام و بشارت برادرم عیسی علیه السلام هستم. و واقعا جای تأمل داره برای ما که ابراهیم علیه السلام رو ما میتونیم بگیم که بانی شهر مکه است. ابراهیم علیه السلام به تعبیری میتونیم بگیم بانی شهر مکه است، چون اول بار ایشون آمد و ابراهیم علیه السلام اسماعیل فرزند بزرگوارش و که طفل بود به همراه بانو هاجر علیهم السلام رو گذاشت اینجا و رفت. بعد از اینکه آب زمزم خارج شد و بعد قبیله آمدن و آب دیدن، قبیله جرهم و اونجا مستقر شدن و اسماعیل علیه السلام دامادشون شد. در سالهای بعد کعبه بعداً بازسازی شد در دوران جوانی اسماعیل علیه السلام و بعدها تا به امروز هم این شهری که سنگ بنای اصلی اون رو میتونیم بگیم ابراهیم علیه السلام به دستور الله تعالی گذاشت همچنان باقی است. پدر مکه ابراهیم علیه السلام و نواده بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که دیگه یک افتخاری شد برای این شهر و که زادگاهش در این شهر بود و قرآن در همین شهر دوباره نازل شد. و چرا این شهر ام القری لقب نگیره؟ چرا این شهر ام القری نباشه؟ اگر این شهر ام القری نباشه و بهترین سرزمین ها نباشه، با این تاریخ عظیمش، با این همه فضایلی که در این شهر اتفاق افتاده، به والله اگر یک وجب از کره زمین جای دیگری بر این شهر افضلیت داشته باشه. حضرت مولانا ما حدوداً 15 دقیقه فرصت داریم و دوست دارم که بحث رو جمع‌آوری بکنیم درباره پدر بزرگوارمون ابراهیم علیه السلام. گرچه به هر حال میگن که به پایان آمدیم، دفتر حکایت همچنان باقی است، ولی در این وقت باقی مانده من دوست دارم که اگر باز هم نکات دیگری برای ما بینندگان عزیز دارید بشنویم. تشکر. ما چون گفتیم که در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، به خاطری که هم سخن جمع بشه و هم بحث ما، همه بینندگان عزیز و گرامی، شاید دوستانی از ابتدای برنامه با ما نبوده باشند و در
این لحظات پایانی رسیده باشن. دروسی که ما از مکتب ابراهیم علیه السلام میگیریم، یعنی حالا دانستیم فضایل حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام دارای چنین شخصیتی، دارای چنین مقامی، دارای چنین عظمتی، دارای چنین بزرگی. کعبه معظمه چقدر بزرگ، صفا و مروه چقدر بزرگ، از مشاعر دیگر و بالاخره در اینها. حالا دروسی که ما میگیریم، آیا همین که ما ابراهیم علیه السلام را فقط مطالعه کنیم، عظمت و بزرگیش را بدانیم، آیا برای ما کافی است و کفایت میکنه؟ نه خیر، چنین نیست. بلکه که اولین درسی که ما از ابراهیم علیه السلام، از این همه مشاعری که از کعبه گرفته تا منا و تا صفا و مروه و تا مقام حضرت ابراهیم و تا منا و عرفات و مزدلفه و اینها، همه اینها بحث توحید هست. ما باید یک موحد باشیم. توحید یعنی چی؟ یعنی ما امروز در شرایط قرار داریم که حتی در بعضی از مناطق عبارات استفاده میشه بین مسلمان ها، عبارات استفاده میشه که اگر یک روزی یک وقت ما هم از نافهمی و بالاخره از عدم علم و آگاهی چنین حرفایی به زبان بنده آماده باشه، من همین لحظه از خداوند آمرزش میخوام. یعنی الفاظ جاری میشه که مثلا در عرصه‌ای که ما به فلان زیارت میریم، به فلان قبر که میریم، این یک وسیله میکنیم، ما نمیگیم که این مشکل حل میکنه. یعنی خود همین حرف، همین عبارت عین عبارتیه که مشرکین در مکه میگفتن، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. پس ابراهیم علیه السلام آمد درس توحید داد. ما باید موحد بشیم و توحید هم مسئله‌ایه که الله سبحانه و تعالی با صراحت کامل میگه که از شرک ما رو متوجه میسازه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. یعنی الله سبحانه و تعالی میگه به صراحت میگه من نمیبخشم مشرک، اما بعد از شرک به مشیت الهی میگذاریم، میگه بوده که در اختیارم نه هست، گناهانی که بدون توبه از دنیا رفته باشن. اما شخصی که با شرک از دنیا بره، شرک چیه؟ شرک همی که ما یک مخلوق ضعیف بیچاره‌ای که مسکینی که در جای افتاده باشه او رو بیاریم یا هم وزن خدا قرار بدیم، یا هم پایه خدا قرار بدیم، یا اوصاف پروردگار رو بگو بدیم. پس درسی که ابراهیم علیه السلام به ما میده که کل زندگی ابراهیم رو میخوانیم، ما باید موحد بشیم، یکتاپرست بشیم. ما باید که ارتباط ما با الله سبحانه و تعالی، یعنی شعار ابراهیمی رو داشته باشیم که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یعنی ابراهیم علیه السلام گفت که همانا نماز من، همانا عبادت من، قربانی من، همه اینها، حیات من، ممات من، همه اینها لله رب العالمین، به خاطر الله هست. وقتی تمام اعمال ما لله شد، شما ببینید قرآن اشاره میکنه و اتم الحج والعمرة لله، حج کنیم و عمره کنیم لله، به خاطر الله. ابراهیم علیه السلام هم به خاطر الله گام برمی داشت. برای از او تحقیر شدن و آتش افتادن و زندان شدن و بالاخره تمام مصائب و مشکلات که سر از او می آمد، هیچ برای از او تشویش نداشت، چون به خاطر که اعمال بود لله. پس این درس اولی که زندگی ابراهیم علیه السلام با ما میده، مسئله توحید، مسئله یکتاپرستی. توحید چنان شما ببینید مسئله قربانی یکی از اثرات ابراهیم علیه السلام هست. قرآن اشاره میکنه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوی. هرگز این قربانی که شما میکشیم، گوشت و خون این که وقتی میریزه در زمین، این به خدا نمیرسه. این که شما هستیم که از گوشت از استفاده میکنیم، میخوریم، نوش جان میکنیم، پوستر یک چیزی تیار میکنیم بالاخره. اما هدف اصلی و مهم اینه که شما با چی نیتی ذبح میکنیم، آیا لله هست یا نیست. تقوا مهمه. پس درس اول توحید هست. توحید هم
ما باید بشناسیم توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسماء و صفات. یعنی کل صفات پروردگار عالم خاص خودیانه. توحید ربوبیت یعنی الله به عنوان رب خود قبول داشته باشیم، رب ما الله هست. توحید الوهیت اینه که الله سبحانه و تعالی هو افراد الله و تنها شایسته عبادت اونه فقط. همه انواع عبادت، جانی و مالی و زبانی. تمام. وقتی عبادت گفتیم همه عبادت ها، همه حمد ها، همه ثناها، همه ستایش ها، همه استغاثه، همه اینها تعلق به الله. این درس اوله که ابراهیم علیه السلام از ابتدای زندگی خود تا انتهای زندگی خود و حتی بعد از این که آینده نگری داره که طلب میکنه که پروردگار از نسل از این سرزمین کسی را بیاور که همین راه ادامه بده. کدام راه؟ راه توحیده، راه یکتاپرستی و راه دعوت به سوی یکتاپرستی. دوم، حال موحد شدیم. درس دوم میگه مبارزه با باطل. من موحد شدم، یکتاپرست شدم، حالا دیگه میرم یک گوشه می نشینم، هیچ کس هم کار ندارم، خدای خود پرستش میکنم. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. این راه ابراهیم علیه السلام نیست. موحد شدی، یکتاپرست شدی در این راهی که تو لذت میبری. یکتاپرستی لذت داره، خداجویی لذت داره. از این لذت، از این حلاوت و شیرینی دیگران را هم بچشان، دیگران را هم بهره‌مند بگردان. حرکت بکن، ولو که به آتش میفتی، ولو که به زندان میفتی. پس مبارزه با باطل. سوم، موحد شدیم، حالا راه مبارزه را هم در پیش گرفتیم. داشتن استدلال قوی باید، مسلح باید باشیم، مثل دعوت به استدلال های قوی. ما باید اسالیب دعوت را بفهمیم، ما باید اسباب دعوت را بفهمیم، ما باید بالاخره راه دعوت و ارشاد و در این چگونه دعوت کنیم. قرآن برای ما به صراحت میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي احسن. یعنی بحث حکمت باشه، بحث موعظه باشه، بحث بالاخره همه چی باشه. چهارم که فکر میکنم که به لحظات اخیر رسیدیم، 6 دقیقه ما تمام میکنم که تمام اعمال ما باید رنگ و بوی خدایی داشته باشه. صبغت الله، صبغت الله، فقط به خاطر الله تعالی باشه. همه اینها. ما وقتی که نماز میخوانیم به خاطر الله، روزه میگیریم به خاطر الله، راه میریم به خاطر الله، می نشینیم، حتی حرف میزنیم. یعنی یکی از اولیای خدا یک جای خوانده بودم که بسیار نکته جالبی میگفت که والله قسم اگر با همسر خود نزدیک میشم به خاطر رضایت الله سبحانه و تعالی، که در این حرکت که روزی نسلی به وجود بیایه و از او کسی بالاخره به وسیله از او توحید به پخش و به نشر و به اینها برسه. یعنی هدف ای بود که اگر با همسر خود می نشینم، غذا می خورم، صحبت می کنم، هم به خاطر الله سبحانه و تعالی. یعنی نیت اینقدر. و همین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقط استکمل الایمان. چقدر واقعا همه حرکت انسان، همه زندگی انسان به خاطر خدا میده، به خاطر خدا میگیره، به خاطر خدا محبت میکنه، به خاطر خدا دشمنی میکنه. اینجا میشه فقط استکمل الایمان. ابراهیم علیه السلام، مکتب ابراهیم علیه السلام، کسی که داخل شد در مکتب ابراهیم علیه السلام ریا نیست، عجب نیست، سمع نیست. در مکتب ابراهیم علیه السلام، در مکتب ابراهیم علیه السلام اخلاص، توکل، زهد، تقوا، پرهیزگاری و خلاصه همان شعاری که
ان صلاتي و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. و شعار دیگر ابراهیم علیه السلام انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. جزاکم الله خیر. از مولانا استفاده کردیم در این موضوع. انشاءالله باز بیننده برنامه‌های تلویزیون صالح خواهید بود. در روزهای مبارک حج و انشاءالله روزهایی که پیش رو داریم و همچنین که انشاءالله که در روزهایی که از چند روز ذوالحجه هم پشت سر گذاشتیم انشاءالله که استفاده کافی و وافی رو برده باشید و انشاءالله ما در ایام حج انشاءالله برنامه‌های خاص حج رو از مشاعر مقدس انشاءالله با همراه حضرت مولانا و دیگر دوستان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تلاش دوستان بر این هست که امسال انشاءالله حج متفاوتی رو مشاهده بکنید شما عزیزان و انشاءالله یک بتونیم که اگر انشاءالله توفیق الهی مستدام باشه که یک پوشش همه جانبه ای رو از روز هفتم، از عصر روز هفتم انشاءالله که دوشنبه خواهد بود انشاءالله به روز با یاری الله متعال با شما عزیزان آغاز بکنیم و همچنان تا روز 13 غروبش انشاءالله بتونیم که یک هفته کامل شما رو در فضای مسجد الحرام و مشاعر مقدسه منا و مزدلفه و عرفات قرار بدیم و انشاءالله از مکه مکرمه برنامه‌های خاصی رو برای شما عزیزان داشته باشیم. در پایان من از حضرت مولانا تشکر میکنم. یک دقیقه صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیزم میشنویم. تشکر. من هم از همه بینندگان عزیز و گرامی تشکری میکنم که تا به این لحظات حوصله کردید و دعا میکنیم که پروردگار عالم همه ما و شما پیرو واقعی حضرت ابراهیم علیه السلام بگردانه و الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که ابراهیم علیه السلام فقط از دیدگاه قرآن بشناسیم. کتاب های زیادی تحریر شده، حتی به زبان فارسی. من امروز چند تا کتاب در بعضی سایت های مختلفی دیدم که حتی یهودی ها هم در وصف ابراهیم علیه السلام داستان های نوشتن و مسیحی ها هم داستان های نوشتن و مسلمان ها هم که کتاب ها و سیرت ابراهیم علیه السلام الحمدلله که زیاد نوشتن. ولی بیشتر و بیشترتر کوشش کنیم که ابراهیم علیه السلام از دیدگاه قرآن بشناسیم. ابراهیمی که در 25 سوره قرآن وصفش ذکر شده و اوصافش ذکر شده و یک سوره خاص به نام ابراهیم علیه السلام هست و همچنین اوصاف ابراهیم علیه السلام را هم از لابلای احادیث صحیحه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم جستجو کنیم. خداوند همه ما پیرو واقعی ابراهیم علیه السلام بگردانه. از همه شما تشکر. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشین. در اخیر میگویم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خیلی ممنونم. حضرت مولانا تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تشکر ویژه از رفیع جان کارگردان این برنامه و همچنین از فرید و منیر احمد عزیز از دوستان پشت صحنه، مهندسان اولا محمد جان. و در این روزهای مبارک از الله متعال خواهیم کمی گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و تا برنامه بعد همه شما خوبان رو به الله متعال می‌سپارم.